درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار و چون همیشگی در خدمت شما من هستم مریم دولت و همکار گرامی ما متخصص طب شرق محمود شاه کبیر. موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم موضوعی است که از درخواست‌های بینندگان ما بیرون آمد. هرچند در برنامه مشورتی ما موضوع دیگری بود، ما اون رو قفا پرتافتیم و امروز صحبت میکنیم در اطراف ترس‌های کودکان. چرا کودکان ترسانچک میشوند؟ چی آنها رو میترساند و چی باید کرد که کودکان ما جسور، با غیرت، سالم به یگان ضربه های روانی کودکی به وای رسند؟ برای به این سوال جواب دادن پیش از همه باید معین کنیم که خود کودک کیست و او در کجا به تربیت می‌یابد، در کدام محیط. و وقتی که محیط کودک میگیم میآییم به اون موضوع مقدس دائمی صحبت‌های ما اویله مکان امن کودک، مکان امن تمام اعضای اویله است و کودک در این مورد از همه آسیب پذیرترین عضو اویله است و تمام کلانسالان وظیفه دارند نه بسته به درجه قرابتشان به این کودک. آنها برادر هستند، عمک هستند، تقا هستند، مادر هستند، مادر کلان هستند، خاله هستند، عمه هستند، اپای کلانی هستند. امنیت کودک رو باید تامین کنند. این قانون نانوشته روزگار اویله است و در فرهنگ ما این چیز خیلی روشن است. مثلا در دهه ها اگر روید در هر کدوم دهه تاجیکستان در شهرها کمتر مانده است، اگر یک کودک در کوچه برهنه باشد، من نمیدونم در آفتاب بسوزان گشته ایستاده باشد و در خانه که پایلوش برآمده باشد، یک همسایه یک رهگذر این کودک رو نگاه می‌دارد، میگه کجا میروی؟ پدر و مادرش را اگر شناسد میبرد تا خانهشون میرساند، اگر نداند از دیگران میپرسد که این کودک کی است، که اونجا بی‌سرابون گشته است، در خانه کی است یا در گرمی است آفتاب میزند یا از خانه بیمار میشد و غیره و هکذا. یعنی امنیت کودک را جامعه کاملا از نگاه فرهنگ ملی ما به ذمه گرفته است به استفاده بردن قانون ها و مثلا سند های بین الخلقی درباره حمایت کودک و غیره و هکذا که اینها کشفیات عصر 20 هستند. ولی برای چی امروز ما این موضوع ترس کودک موضوع داغ شد و یکی از بینندگان ما این رو مخصوص تاکید کرد که میخواهد در همین مورد ما صحبتی داشته باشیم. درست. و این پیشنهاد بسیار با موضوع هایی که ما میخواهیم زینه به زینه رویم و این موضوع های ما تا معنویات میروند در این طول چند وقتی که ما امکانات اطلاعات های نوین از علم های حاضر زمان داریم. البته این موضوع که راست آمد ما اینو قبول کردیم و ما یک سلسله برنامه های داشتیم که البته آنها اول درباره آن موضوع های مبرم روانی بودند. وقتی که ما دیدیم که انسان از جسم یعنی از نفس عبارت است و اون مسئله های اون رو حل کردیم، غذا رو حل کردیم و آمدیم به زینه احساس و البته در زینه احساس یکی از احساس های نهایت سخت، احساس هایی که گویم که روح و روان انسان رو دیگرگون میکنند و تا تاثیرات آنها به فرهنگ ملی میشوند. البته احساسات ترس است و ریشه آن احساسات ترسی آدمان کلان از کودکی است، از کودکی سر میزنند. برای همین این موضوع بسیار موضوع قلعه است، موضوعی است که ما باید به این دقت بدیم و اون بعضی چیزهایی که شاید سرکرده در زمان شوروی بود که سالهای اولی که سیستم شوروی پهن میشد و در اساس ترس بود و مردم را منع میکردن از این یا آن سخنها گفتن. بله. و اگر ما در مقایسه گیریم کودکی مردم شرق را مثلا از آن جمله افغانستان همسایه را در گفتن در گفتار بسیار آزاد است. بله. ولی اگر ما حاضر یک کودکی خود رو که در تاجیکستان از با اون میکروفون بدیم و ابراز نقطه نظر کنیم، ما شاهد آن میشیم که سخنگویی او یا که قالبی است
یا اینکه عموما شاید نقطه نظری خود را، اندیشه خود را گفته نتواند و یکی از سبب های این همون ممنوع ها، همون مانع های اجتماعی بودن که در زمان شوروی زورکی به شعور مردم ما وارد ساخته شدند و دیگر چیزی که در این دوره وقتی که کار بسیار بود، وقتی که چیزهای اجتماعی، مسئولیت‌های اجتماعی بلندتر بودند، مردم کلانسال ما برای تیزتر تربیت کردن نسل نورس کودکان خود از آن جمله بعضی چیزها را استفاده می بردن که سبب ترسو کردن پایداری کودکان شد. از آن جمله ترساندن کودکان با پرسنج های افسانوی، یعنی که گفتن که فلان چیز آمده البسی تو میبرد اگر این کار کنی. با سال آخر جینمانی بسیار مود شده است، با ترساندن با قوه های جین، ترساندن با دیو، ترساندن از تاریکی، ترساندن از گویم که آن فرهنگی نوی که حالا بعضی چیزهای فیلم های تصویری دیگری هم برآمده است، با آنها ترساندن و البته باز ترس های دیگری از دکتر و ملیسه ترساندن کودکان. و این اما سبب آن شده است که کودک از خوردی اون که تبابت کردن نمیخواهد، چون که از اوکالی دردمند دکتر میترسد یا که از اون نگاهی بسیار جدی و سرابی وزگلت که یک نگاه بسیار شدیدی میلیسیونرها کودک میترسد و در آینده وقتی که کلان میشود در همکاری کردن دو دیله میشود با کارمندان حقوق. هر دو چیزی که حالا ما گفتیم، یعنی که ترساندن کودکان از پرسنج های افسانوی و ترساندن کودکان از اون پرسنج های حاضروی واقعی و مانند دکتر یا که ملیسیونر، سبب آن شده است که کودکان یک در ذهنشان یک ترس جا می شود و اگر که کودک از پرسنجی افسانوی ترسد، وقتی که کلان می شود بسیار واقع و حادثه های از آن جمله سلامتیش، کارهایش پیش می روند یا نه، چی سبب ها هستند که مانع شدند، در آنها رو از آن قوه های غیر طبیعی یا که غیر عقلی می بیند. بله. آنها رو حساب کتاب نمی کند که در کدام مثلا هر واقعی هست از دیتیل ها، از قسم های عبارت است و در حالت درست اطلاعات داشتن و درست استفاده بردن، نیرو داشتن، وقت رعایت کردن، با متخصصان همکاری کردن، نقشه اون رو داشتن، انسان به مقصد میرسد. وقتی که این چیزها رو به نظر نگرفته و حادثه واقعه هایی که با اون میشوند، مثلا خوشبخت بودن در عائله یا که پیشرفتی کار داشتن، مثلا بسیار کارهای دیگر، از قوه های همون غیر طبیعی و قوه های غیر عقلی از آنها میبیند و جستجو میکند در همون سمت که شاید وقتی آنها رو برطرف کند شاید صحت شود. یا که در مسئله طبابت وقتی که از دکتر میترسد، از کودکی کلان میشود، مایلی بیشتر طبابت های غیر عنعنوی میکند، غیر دکتری. یا که مثلا مسئله هایی که اجتماعی پیدا شود در مناسبت هایی که همسایگی است، مناسبت عائلوی است، مناسبت های رعایت قانون های اجتماعی، تیز مراجعت به ملیسه نمیکند و مراجعت به آن قوه های میکند که مثلا آنها در جمعیت زورترن یا افطریتیت هستند یا که شناس میکنند یا که شناس میکنند یا خشتبار میکنند که آنها رو حل کنند. انا این یکی از آن چیزهایی است که سبب آن شده است که متاسفانه در فرهنگ ما یک چیزی رو بار کردن، این فرهنگ آداب را، فرهنگ مهر را، فرهنگ مهمان نوازی را برده و یک قریب آوردن که به میدان فرهنگ ترسویی برده رسانند. برای سری وقت است که ما دیگر از این رو سر کرده فرزندان خود را با اون قوه های غیر طبیعی، با اون کسانی که بهترین رفیق و بهترین دوست و آشنای او دکتر و ملیسه است، با آنها آشنا کناندن. در خارجه مثلا چیکار کردن؟ گرفتن همه پرسنج های افسانوی را با واسطه فیلم ها، با واسطه مثلا فیلم های تصویری با کودکان پیشنهاد کردن و کودکان را آشنا کردن و نشان دادن که اون قوه های که
غیر طبیعی هم از چیزهای عبارت هستند با آنها ممکن است مثلا مناسبت کردن یا که با خوری دکترها و کارمندان حزب واقعا مثلا یکی از قهرمان دوره سوویتی یکی از پرسوناژهای عجیب کودکانه این دکتر ایبالیت است که واقعا یک قهرمان بسیار زیبا است، یک قهرمانی است که به درد همه میرسد، همه حیوانچه ها رو طبابت میکند و همیشه همه کودکان همه حیوانچه ها همیشه او رو انتظارن و دوستش میدارن. در واقع این چنین است. این یکی از عامل های به وجود آمدن ترس فرزندان است و اینی که ما به دست خودمون میکنیم، دونسته میکنیم، تو اندازه حتی با شورانه میکنیم، هرچند نتیجهش رو و عاقبتش رو نه همیشه به نظر میگیریم زیرا نمیدونیم. سبب دیگری که خیلی مهم است، من بیشتر گفتم که اویلا، یک از رسالت های اویلا این تامین کردن امنیتی اعضای اویلا است و چون کودک آسیب پذیرترین است و کلانسال ها باید او رو تامین کنند این امنیتش رو، اکثر ترس ها اون وقت سر میزند که همین رسالت های کلانسالان از جانب آنها اجرا نمیشود. امنیت چیست؟ یک حالتی که کودک خردسال یا نوآور است در اون خودش رو کاملا آسوده حس میکنه و باوری دارد که همه مسئله های او رو کلانسالان حل میکنند. هنگامی که مثلا بیمار میشود نگاهبین میکنند، گرسنه میموند خوراک میدهند، وقتی که برهنه میموند لباس میپوشونند و غیره و غیره و هوا چیزی که هنوز از دستش میآید و او رو دیگران تامین میکنند. از کودکی در زمان کودکی خردسال که کودک هنوز خودش نگاهبین کردن نمیتواند این چیزها رو کلانسالان معمولا میکنند. ولی وقتی که کودک اندک کلانتر میشود یک قسم این وظیفه ها رو در اجرایش یا حتول کاری میکنند یا که فراموش میکنند. یعنی کودک گرسنه میموند میبیاید در خانه برای وی هنوز غذا تهیه نشده است و کودک میتواند یک ساعت نیم ساعت گرسنه باشد. خود در نیم ساعت گرسنه ماندن کودک 5 ساله شاید وی هنوز بیمار نمیشود ولی اطمینانش به مادر و به پدری به کلانسالانی که رو باید سر وقت غذا میتواند و غش نمیکرد الکی میشکند. این یک چیز است، این چیز عادی هستند ولی با چیزهای از این مشکل تر هم هستند. معمولا وقتی که من با پدر و مادران جوان و کلانسالان با خصوص خشتمان ها صحبت میکنم بعضی میشه کودکان 10 ساله 12 سالشون میبرن میگن کودکم زبانش لق ندارد، کودکم ترسو است و صنف رفتن نمیخواهد، از معلمش میترسد و از گفتگوی اول معلوم میشود که در این خانه کودک را خود پدر و مادر سخت ترساندن. چگونه؟ یکی از راهها اون ترساندنی که شما گفتید ترساندن زبانی بود، جزای سخت و جزایی که از روی عدالت اجتماعی موافق نیست. یعنی دو کودک جنگ میشوند، پدر و مادر مناقشه را باید مطرح کنند، معین کنند و از تنها همون وقت جزا بدهند و جزا رو فهمانده بدهند. مثلا و جزا باید جزای دردناک نباشد و زیرا وظیفه جزا چی میگن نگاه داشتن انتظام است و انتظام همیشه جزا نیست، خصوصا در عائله انتظام راهنمایی است. می شود که پدر و مادر دو کودک جنگ میشن، پدر و مادر خستن، در سر قهر آمدن، من نمیدونم چه مشکلاتی خودشان دارن. وقتی کودک دویده میبید میگه که مادر من برادر من رنجوند یا که پدر من خواهرم از دستم چیزی میگرفت و پدر میگرد هر دو طرف رو سخت میزند یا تنبیه کرده از نزدش میراند و در بین کودکان و پدر و مادر یک دیوار پیدا میشد زیرا پدر و مادر کودک نفهمیدند و کودک در این حالت یک بل امنیت رو از دست میدهد. اویلا یک خال خودش رو یک خشت امنیت اویلا الکی ضعیف میشه در مسئله کودک. این یک مسئله است. مسئله خیلی خطرناک دیگر وقتی که در حضور کودک پدر و مادر جنگ و جنجال میکنن، کلانسالان کسی که نباشد از جمله پدر و مادر. و چیزی بسیار بد است در اویلا ها وقتی که در حضور کودک مادر او رو یا پدر او رو نسل کلانسال دشنام میدهند، تحقیر میکنند. برای کودک مادرش و پدرش، مادرش عشق است، سرچشمه محبت است، عالم مهر رو برای برپا میکند، همیشه بنیاد میکند، ایجاد میکند. پدرش قهرمان و حامی دائمیش است. الان تصور کنید که یک کودک 5 ساله در حضورش اما که کلانسالش یا پدرش میآید، پدر رو دشنام میدهد برای کدام کاری. و در اکثر جنجال های اولوی یگون نفر بودن کودک رو به اعتبار نمیگیرند. برای این کودک قهرمانش مرد، قهرمانش خودش محتاج کمک شد و این به این کودک چگونه تاثیر میرساند ما نمیدانیم. اگر کودک با غیرت باشد، در روانشناسی چند نمود حمایه و مناسبت است. یک از آنها رو خارپشت میگن.
او به خورپوشتک تبدیل می‌یابد و کوشش میکند که پدرش را حمایت کند. نقش پدر و پسر عوض می‌شود. دلش به پدرش می‌سوزد و پدرش دوست می‌دارد. محبت کودک به پدرش کم نمی‌شود. ولی نسبت کلان سال‌هایی که او رنجاندند چگونه مناسبت پیدا می‌شود من نمی‌دانم. می‌تواند دلش ماند ولی می‌تواند این لحظه زمانی فراموش شود. ولی آن همون جاگزین شوی نقش‌ها گم می‌شود. این کودک 5 ساله خودش رو تصمیم میگیرد که باید پدر و مادرش رو حمایت کند و این میتواند باعث مشکلات زیادی در آینده او، در خاراکتر او، در تینت او شود. و از آن هم دهشت انگیزتر است وقتی که دو کس پدر و مادری که این محیط مقدس رو بنیاد کننده و برپا کننده و حامی هستند بین همدیگر جنگ میکنند و پدر مادر رو میزند یا که دشنام‌های قبیح میکند. مادر در حضور کودک گریه میکند. از این سخت‌تر ضربه رو حتی فکر کردن ممکن است. این کودک دلشکسته، ناامید، بی‌غیرت، سرکش، پرخاشجو کلان می شود. وابسته به اون که ویش چه خیلی است، مثلا از تقسیمات مثلا پسیکولوژی اگر بجرات است یا بجرات است، خیال پرست است یا آدم عملی است، وابسته به این چیزها. و در آینده و این سیناریوها میتونن در شکل‌های گوناگون در خاراکتر او در آینده او ظهور کنند. یک سیناریو است وقتی که در اویلا و در خانه‌ای که یک بار پدر مادر رو زده است معمولا این یک بار نیست. این چیزهای تکرار شونده هستند. وقتی که این تکرار می شود این کودک می تواند یا این نقش رو قبول کند کلان شود. اگر دختر باشد سرپست، بیچاره، خودش رو حمایت کردن نمی توانستگی کلان می شود. اگر پسر باشد دلوزار، ضربه زننده، نسبت زن خودش، نسبت خواهر خودش، نسبت مادر خودش در آینده بیرحم، دلسرد و غیره و هاکذا به این مانند خصلت‌ها در او پیدا شود. خیلی از دو عاملی که بینید که فضای روانی کودکان رو معین میکنن، یکی با واسطه چیزی آنها رو ترساندن و بینید دویم عاملی که شما گفتید در محیط عائله جنجال های بین پدر و مادر. البته کودکان رو اگر در حالتی که کودکان در حقیقت بینند که پدر و مادر آنها یک تای آنها سخت ترسیده است و اگر که نگاه کنید وقتی که با کودک یگان شدت میارند کلان سالان، کودک همه وقت مادر خود یا پدر خود نگاه میکند. بله. و میبیند که سیمای قافیه روی آنها آیا ترس را دارد یا که خنده حمایت کرده میتواند یا نه. یعنی اگر بیند که آن سیما دیگرگون است، کودک هم ترس در دل جا میشد و اون ترس نفرت میشود و بعضی رفتارهایی که بچه های کلانتر و نورسان و جوانان میکنن نسبت به کسی، این همان ضرب روانی است که روانی او را خراشیده بود. و خودی سعدی هم در یکی از روایت های خود میگوید که شاه ملاحی را گفت که دو غرق شده را خلاص کنند. ملاح رفت یکی را نزدیک شد خلاص نکرد و رفت دویمش را خلاص کرده آورد و پرسیدند چرا تو این اول رو خلاص نکردی که به تو نزدیکتر بود؟ گفت این در خوردی به من یک شلاق زده بود و من او رو خلاص نکردم. یعنی که نگاه کنید در ذهنیت انسان هر مناسبتی که با یکدیگر میکنن و از آن جمله با کودکان میمانده است و خوب میشد که در همین جا یک مسئله که وقتی که جنجال های عائلوی سر میشن، مناقشه های عائلوی و به این نمیشود هر کس از این کوچه میگذرد. که یک زمانی است که عائله برپا که شد برخوردی عقیده ها، برخوردی ایده ها میشود و برای به دست در آوردن تقسیمات نعمت های درون عائلوی مبارزه ها هستند. و البته در اونجا یک مناقشه های میشد خوب میشد که این مناقشه ها در حضور کودکان نباشد. بله. یعنی کودک در آن اشتراک نکند. اگر حتی که بلت و کوب هم برده رساند باید کودک از این چیز درک نداشته باشد. و بعضی حالت ها میشد که مادر اگر بی‌عدالتی سخت را بیند از شوهر خود چنان رفتار میکند که همین فرزندان پدر خودشون را بد میبینند. بله. کلان میشوند یک نفرتی در دایم در ذهنیت آنها هست که یک دیواری خیلی شما گفتید که آنها را از مناسبتی بسیار صمیمیتی با پدر خود راه میگیرد
واقعا چنین است. و خوب میشد که وقتی که این جنجال ها شدن مادران شیر نمیدادند، خوراک نمیپختند در این حالت تا که به خود نآیند. بله. چون که وقتی که ترس هست در داخل خون ماده های کیمیایی حاصل میشن که هنگام شیر دادن یا که هنگام حامله دار بودن آنها به گردش خونی کودک میروند و کودک را به بیماری های مانند فشار بلندی درون کاسه خانه سر گرفتار میکنند، به ناراحتی های شکم گرفتار میکنند، به ویران شدن خواب، مثلا خیلی که مردم میگن خواب سرک یا که دگدان گرفته است گفته، یعنی نظمی شبانه روزیشون ویران میشد. و برای همین که درون خانه، محیط خانه در کدام حالاتایی که نباشد باید جداگانه روان کودک باید از آن واقعه های درون عائله باید محافظت باشد. بله واقعا چنین است. درباره کودکان خرد یک کلمه است در زبان تاجیکی میگن کودک ترک دارد. کودک خرد رو در بعضی لهجه کودک ترک میگن. واقعا ترک از تر است. خیلی یک چیزی است که همه چیز رو بله جهبیده میگیرد. وقتی که درباره حامله داری گفتید، مثلا پسیکولوژی امروز معین کرده است که زن اگر 3 سال پیش از حامله دار شدنش یگان خشونت، یگان اضطراب روانی، یگان استرس سخت را سر گذرانده باشد و اون عافیت نشده باشد، همان حالت بعد تقریبا 3 سال از بس که پسیخیک انسان همه چیز رو اگر صحت نشده باشد تمام ما گمان میکنیم که این حالت ها دقیقاً در سر روی میدهد. هر یک جسم انسان شما میدونید که خاطره خودش رو دارد، بچه‌دان از آن جمله. و بعد 3 سال اگر او حامله دار شود کودک ان همین ضربه روانی رو به خودش جبیده میگیرد. زیرا این خاطره در نه تنها در مینه مانده است، اینچنین در بچه‌دان هم هست. و کودک مادر همراه مهر و محبتش، همراه خونش، همراه تمام چیزی که به کودک میدهد ترسش رو هم میدهد. برای همین اگر در مثلا فرهنگ مردم شرق زنان رو کوشش میکردن که به بیرون کمتر راه بدهند، زیرا راه محافظت میکردن که از ضربه های روانی که از در بیرون است، در کوچه هست. امروز کوچه های ما در بعضی حالات از خانه ها مانده به خطرتر هستند نسبت زنان. یک مفهوم بسیار دشوار برای من هضم کننده است خشونت خانوادگی. من چندین سال باز سر این موضوع صحبت ها میکنیم، من مقالات زیادی نوشتم در اثر این چیز راه پیشگیری اون رو. و خشونت خانوادگی از همه چیزهای نمادهای دیگر خشونت خطرناکتر است. برای چی؟ بیشتر گفتیم که عائله جای امن است. کودک در بیرون رنجید، رو کسی زد، از کسی خفه شد، توزان میاد به مادرش میگه که مادر جون، وقتی ما کسی رو میرنجانیم عادتا میگن کودک گریه میکند و مادرش رو دعوت میکند او چه میگوید. دویده میبید و گمان میکند که مادرش، برادرش، پدرش، بابایش او رو حمایه میکنند و واقعا اهل خانه به حمایه او برمیخیزند. اگر کودک من شما رو در کوچه کودک همسایه زند، اگر با سر کفیده یا دستی سیاه شده در راه دیگر، همه از جا پرده میخیزند به کودک چی شد و میرن معین میکنن که گناهکار کیست. ولی تصور کنید که عائله جایی که امن است، در اینجا وقتی که خشونت روی میگیرد، در اینجا وقتی کودک رو میزنند، کودک خردسال رو هم میزنند، در اینجا وقتی که حامیان او رو آبروی آنها رو میشکنند، اعتبار بزرگی که منزلتی که پدر مادر در نزد کودک دارند از جانب خود آنها شکسته می شود و در اینجا حمایت کنندگان به خشونتگر تبدیل می یابند. ولی در اینجا راه خلاصی نیست. در اینجا کودک نمیتواند به کوچه برآید و از همسایه ها کمک طلب کند. این حالا خیلی دهشت‌زا است. هرچند در نظر ما بعضا عادت میکنیم گمان میکنیم هیچ چیز نیست و ترس‌های هستند که ما در موضوعی که ترس گفته بودیم که ترس‌های عاجلی هستند، ترس‌های مزمن هستند. در کودکان ترس‌های مزمن خیلی زیاد جمع میشوند. باز زبانی پسیکولوژی امروز فوبیا ها میگن. مثلا حالت است که وقتی کودک با یک فوجیه، مثلا کودک نوروز در خانه یک فوجیه شد، مادرش و پدرش وفات کرد. یکی از سبب‌های آگورافوبیا در بین جامعه خود را گم کردن کودک، اونجا زبانی افته نتوانستن، عزلت نشین شدن او در دوره کلانسالی، اون است که در همین دوره وقتی که او عزیزترین شخصش را از دست می‌دهد، کلانسالان با او مشغول نمی‌شوند. او خود را در بین جامعه تنها می‌بیند. مثلا در ما کم است که مثلا ما حیوانات خانگی را در خانه کمتر نگاه می‌داریم، خصوصا در فرهنگ شهری ما این چیز رو نداریم. ولی در دهات این چیز هست. کودک‌ها سگ‌ها دارند. مثلا کدام حیوانات رو دوست می‌دارن. حتی اگر یک کودک 10 ساله 8 ساله رو با سگش دوست باشد و سگش کشته شود یا که وفات کند با راهی،
برای او فوجیه سخت است و پدر و مادر درباره او باید باشند و او کمک کنند که ضربه روانی رو پس سر کنند. ولی در اکثر حالات ها ما گمان میکنیم که کودک هیچ چیز رو نمیفهمد، کودک حس نمیکند و این فوجیه های خرد و بزرگ، این ضربه های خرد و بزرگ که یک جمع میشوند و به عافیت میمونند، زمانی به ترس های مزمنی بزرگ تبدیل مییابد. در ترس های فوری ما نتیجهش رو میبینیم. مثلا کودک افتید، گریه کرد، بعضا میشود که شیطان علمش میگیرد، سودرگه برای یک حالت میشود که میبینه که کلانسالو میبینن نتیجهش رو فوری میبینن و میگن ترسیده است و کاری با این میکنن، نزد دکتر میبرن، نزد ملا میبرن، من نمیدونم کدوم راههای دیگر او درش آب میپوشن، خیلی کار میکنن، از زمیرش تا اندازه میبرن میبینند. ولی حالت است که ما نمیبینیم و نه همیشه ما از روزگار کودکان خودمون خبر هستیم. حالت میشد که کودک در کوچه با کسی جنجال میکند، از اونجا لط میخورد یا که در حضور او در کوچه کسی رو میزنند، سرش رو میکفونند، دستش رو میشکنند، جنگ سخت میشود، کودک ترسیده خانه میآید. اگر که در بین کودک و پدر و مادرش رابطه روانی نباشد، او این ترس رو، این حادثه رو با پدر و مادرش نقل نمیکند و این ترس با او میماند، عافیت نمییابد. بعد چند وقت میبیند که این کودک خوبش پریشان شده است، عصبش خراب شده است، دیگر دست رفتن نمیخواهد، روح افتاده شده است، از جوره هایش کنده میشود و ما سببش رو نمیدونیم. و سبب مشکلات کلان اینجا اون است که اگر که ما از کوچه رو همیشه نگاه داشته نمیتونیم، در خانه کودک رو بند کرده نمیتونیم، ولی ما ایمونیتیتی کودک رو قوی کرده میتونیم. ما با کودک باید همیشه گفته توانیم، کودک باید همیشه محبت ما رو حس کند. حتی در حالتی کودک خطایی میکند و ما رو جزا میدهیم یا حتما گفتن لازم است، من تو رو بسیار دوست میدارم، خواه پدر باشد خواه مادر، ولی باید دونی که انتظام شرط بازی زندگی ما است. به خاطر این انتظام من تو رو جزا میدهم و جزا هم باید طرزی باشد که مؤثر باشد و کمک کند که کودک آن درس را از خود کند. در سر قهر کودک را زدن این انتظام را راه اندازی نمی کند و کودک بسیار خوب حس میکند. اگر پدرم غضبناک باشد وای مرا میتواند زند و مهم نیست که در آن حالت من کی هستم، یعنی او مرا دوست نمیدارد. و یک سبب، یک چیز بسیار مهمی دیگر، ما هنگام صحبت و وقتهای آخر من بسیار کوشش میکنم که در موضوع موقع پدر گفته باشم. یکی از سبب‌های ترسو بودن خود دختران خود پسران در عائله این نبودن موقع پدر در جای خودش است. پدر باید همچو قهرمان و همچو حامی همیشه دربار کودکان باشد و این رو کودکان حس کنند. اون سوال میاد که اگر پدر در مهاجرت باشد چی؟ باشد در مهاجرت باشد، راه دور نمیتواند رابطه فرزندی و پدری آنها را کند، زیرا در وضعیت ما تلفن است، اسکایپ است، اینترنت است، وایبر است، شکل گوناگون رابطه است و اون پدری راه دور میتواند هر بیگاه تلفن کند و به پسرش یک بار دیگر بگوید پسرم من با تو هستم، امروز تو چیکار کردی، کدام وظیفه ها رو اجرا کردی، با دخترش گوید دختر جان من تو رو دوست میدارم، تو شو دختر من هستی، من اینجا به خاطر آن هستم که آرزوهای تو رو برآورده کنم، برای مکتبی تو من مبلغ به دست آوردن میخوام، خانه رو تعمیر کرده میخوام که تو گناهایت رو بیاری و اینجا شادی کنی. یعنی همون حرف محبت با این دائم گفته شود. شرط نیست که مثلا اونجا همیشه چیزهایی باشن که پدران همیشه نمیتوانند اظهار محبت کنند، ولی یک پرسپوس، یک پسرم امروز چیکارها کردی، در درس چیکار کردی، در کوچه چیکار کردی، در خانه به کدام کاری مادرت کمک کردی، این هم مهر است، هم طلب انتظام است، هم قوت دادن به فرزند است، به او غیرت دادن است. و این چیزها هم میتوانند، نبودن این چیزها، عدم این چیزها میتوانند باعث بی‌غیرتی و ناتوانی کودک باشند، زیرا در خانه پدر نیست، هر کسی خواهد کودک را میرنجاند و او کسی ندارد که آمده گوید که من رو حمایت کن. عالم کودک عجیب است. در حقیقت در برابر اون که میخورانند، میپوشانند، کودکان را دوست میدارند، آموزش میدهند، باز در برابر این تربیه های دیگری است که مردم شریف تاجیکستان حالا باید به این دقت بدهند، از آن جمله تربیه های روانی، تربیه های احساسی به مانند جسارت، به مانند متانت، دلیری، دلاوری، به مانند آن صفت ها و خصلت هایی که در شاهنامه ما درج شده است. در این حالت که این صفت ها در کودکان و نورسان و جوانان ما انتشار که شد، آن وقت ما می توانیم درباره احساسات های بلند دیگر به مانند وطن دوستی،
در باره مهر، محبت، صداقت و دیگر چیزها گپ زنیم. بله چون که چنین است که ما باید بدانیم که در کدام حالت باز کودک باید دلیر باشد، در کدام حالت کودک تواند دلاوری خود را نشان دهد، در کدام حالت متانت و جسارت خود را ظاهر کند و البته برای ما باید مقدسات ها و ارزش های کودکان را امروز معین کنیم. واقعا خیلی چیز درست گفتید و چیز سر وقتی گفتید. گمان میکنم که امروز در کشور ما استراتژی تربیت درستی کودک از نگاه هویت ملی هنوز راه اندازی نشده است، هنوز شاید تهیه هم نشده است. شاید زمانی رسیده است که این چیزی در شکل ترکیبی در داخل استراتژی ملی اویله باشد یا شاید در شکل علاهیده باشد، من نمیدانم. زیرا ما یکی از سندهای بسیار مهم بین الخلقی کنونسیون حمایت حقوق کودک رو و تصویب رسانده و اون از سندهای معتبری است که ما برای اجرای اون کارهایی کرده باشیم. و حقوق کودک چیست؟ این رو ما باید دونیم. حقوق کودک حقوقی هستند که خود خداوند به انسان میدهد. حقوق زیستن، حقوق نوشیدن، حقوق آشامیدن، حقوق خوراک خوردن، حقوق لباس داشتن، حقوق خانه داشتن، حقوق غمخوری، حقوق داشتن به غمخوری پدر و مادر، به پرستاری. اینها چیزهای خاصه کودکان هستند. چیزهایی هستند که بعداً به سن کلان سالی هم میگذرد، ولی چیزهایی هستند که خاصه کودکان هستند. و این من گمان میکنم که سر این کنونسیون هم شاید کارهای کردن لازم و مردم صحبت‌های معرفتی گذراندن لازم است که چنین سندی هست که از تشکیلات سازمان جمعیتی ملی ما داریم، از به تصویب رسانده خودمان رو در برابر جامعه جهانی مسئول میدونیم در نزد این و چیزهای دیگری که از فرهنگی ملی خودمون ما باید بیرون بیاریم، آنها رو به خاطر بیاریم. به خاطر میبریم چیزهای عادی هستن که دیروز برای من مثلا دیروز کس که این چیزها رو من میدیدم، زنی حامله دار، عروسی نو احتیاط کرده میشد، تنها نمیموندن. مثلا حالا هم مثلا فرهنگی است که تا چله جوان نوخانه داران باید تنها نباشن، در ترکی بسیار نگردن، یک نفر همراه اونها باید باشد، حتی در روزانه هم در خانه هم. زیرا حالت است که انسان مثلا 90 روز در خانه نو است، آدم رو نمیشناسد، با خانه با محیط آشنا نیست، از یک چیز عادی میتواند ترسد و این دوره است که دوره بسیار حساس است، در زمینش باقی میماند و این میگذرد به کودکی که در آینده در بطن او پیدا میشود. زنی حامله دار خیلی سخت حفظ میکردند، زنی نو تولد کرده که به کودک شیر میدهد حفظ کرده میشد، حتی زنی که تا 3 ساله کودک تا 3 ساله دارد. این چیزها رو مردم از نگاه فرهنگ ملی خود میدونست که پیوندی روانی مادر کودک خیلی قوی است و باید مادر حفظ کرده شود تا کودک در این دوره از محبت مادرش، از این نیروی مادرش بهره میگیرد، ضربه نگیرد، سالم به وای رسد. این یک چیز است. و چیز بسیار مهمی دیگر وقتی ما درباره استراتژی میگیم، ما باید فراموش نکنیم یکی از بخش‌های مهمترین ساختار جامعه ما ساحه معارف را. معلمان ما کی هستند؟ باز همان پدر و مادران هستند که در شکل‌های معمولی که و نه چندان شاید ثمره بخش تربیت یافتن به وای رسیدن، آنها مثلا اگر از 30 ساله تا 40 ساله باشند، قسم اساسی آنها در دوره نوبسامانی ها به وای رسیدند، چگونه تعلیم گرفتند، چگونه روزگار پس سر کردند، چگونه خودشان از ترس‌هایشان برآمدن ما نمیدونیم. و آدم ترسو یکی از راه‌های تاثیر رسانیش داد و فریاد است. آدم ترسو میترساند. وقتی آدم ترسو معلم است، طبیعی است که یکی از اصول‌های معمولی تاثیررسانی با کودکان فشار آوردن و ترساندن است. محض همین مثلا اگر ما نگاه کنیم از جهتی که اطلاعات‌هایی که عقل را مثال به قوت میکنند، اطلاعات‌های دانش‌هایی که خود مکتب میدهد بسیار مؤثر هستند. انسان یعنی کودک را به جهان امروزه خوب آشنا میکند و در حقیقت اگر در یک خود مکتب عادی تحصیلات عمومی اگر پدر و مادر دقت دهند، رفت آمد با معلمان کنند و همان برنامه‌ای که در همون مکتب است از خود کنند، بس است که همان کودک وقتی که به جوانی قدم میزند میتواند که رفته در تمام مملکت‌های خارجی رفته دانشکده‌ها و دانشگاه‌های آنها را وارد شود و آنها را از خود کند. یعنی برنامه بسیار درست جابجا گذاشته شده است و مؤثر است، ولی متدولوژیایی که مثلا در مکتب‌ها درس داده می شود و شاید در آینده این چیز دیده شود، به نظر گرفته شود، این معلم مرکزی است.
ҳанӯз муаллим дар равиши дарс дар марказ меистад ва ҳама чиза идора мекунад ва бисёр нагрузка яъне ки вазнини зиёди масъулияти муаллимӣ дар дӯши ӯ аст. ва ман ҳатто пеш дар замони шӯравӣ як беморӣ буд, бемории учительская мигрен, дарди нимсараи муаллимӣ мегуфтанд. ин махсус ташхис буд ва ҳоло мо дида истодаем ки аз ҳисоби он ки дар ҳақиқат бори дӯши тарбияи ҳам ахлоқию ҳам маънавию ҳам иттилоотии касбӣ ба дӯши муаллим ҳаст ва барои ин ба пеши муаллим сари тазим фуруд овардан дуруст аст, айни муддаост, вақташ аст, чунки муаллим дар ҳақиқат бори вазмини иҷтимоиётро бардошта истодааст, вале ҳамин муаллим марказӣ сабаби он шудааст ки аксарашон ба бемориҳои ки ҳоло мо оина коркар карда истодаем, синдроми муаллимӣ ки якчанд аломатҳое ки дорад ки сабаби мондашавии мағзи нимкураи чапи онҳо мешавад ва он аз шиддат берун намешавад, яъне ки нарму мулоим намешавад ва сабаби бемориҳои ӯ мешавад. ва вақте ки ин методология ки маҷбур мешаванд ки вақте ки идораи талабаҳо сусттару заифтар ки шуд, он вақт маҷбуранд ки бо воситаи ҷазо додан ё бо воситаи масалан сахтгирӣ дар мактаб идора кунанд ин системаро. ва манам баъзе ошноҳо шиносҳои аз ҳизби ҳуқуқ милисаҳо дорам ки ҳамин савола ба ман метиҳанд, чаро чунин аст вақтҳои охир. ва ман доим мегӯям ки дар яке аз мақолаҳои худ ман ина дарс карда будам ки бояд сохтори худ идоракунии мактаб аз он ҷумла он чизҳое ки пеш буданд ба монанди пионер, октябрят пионер комсомол буд ки ҳоло ҳам ҳамонҳо ҳастанд, вале ҷонок нестанд, ба монанди сомониён, ба монанди кумитаи талабагию баъзе чизҳое ки идоракунии мактабро сар карда аз он кӯдаке ки ҳанӯз нав қадам мезанад сар мешавад ва он сохтори идоракунии худашро дорад, даруни синф идора мешавад ва он вақт ин сабаб мешавад ки вазминӣ аз дӯши муаллим гирифта мешавад ва худи талабагон худ идоракунӣ мешавад ва он бо воситаи тарс идора кардани масалан талабагон аз байн меравад. ва боз чиз дигаре ки инҷо бисёр ҷои гап аст, вақте ки бисёр вақт талабаҳо кӯдакон ягон ҷинояте мекунанд ва вақте ки мо мебинем ки ин ҷиноят чӣ хел тафтиш мешавад ва якумин бор кӯдакон рӯбарӯ мешаванд ба кормандони ҳизби ҳуқуқ. ин бисёр муҳим аст, яъне ки муҳаббати онҳо нисбат ба ҳамин, чунки онҳо намедонистанд ҷиноят, яъне ки онҳо ҳанӯз ошно нашуданд ба кодекси ҷиноятӣ ва ҳатто намедонистанд ки ин амалашон метавонад ҷиноят бошад. яъне ки дар ин ҳолат вақте ки онҳо якум бор рӯбарӯ мешаванд, худо кунаду он корманди ҳизби ҳуқуқ падари меҳрубон бошад. чунки вай метавонад як умр дар ниҳоди ана ҳамин кӯдак як изе бимонад ки нафрат нисбат ба кормандони ҳизби ҳуқуқ шавад. аз он ҷумла он бигузор ба тарс зоҳир шавад, бигузор ин бо якравӣ зоҳир шавад, бигузор ин ба шабмезӣ, инорези шабмезӣ, бигузор ин ба лакнаки забон, бигузор ин ба дардҳои гуногуне ки детский невроз мегӯянд, яъне ки гирифтор шад. яъне ки ба ҳар ҳол ман чанди бор ҳолатҳое дидам ки дар ҳақиқат рӯҳу равони онҳо дар ҳолати шиддат гирифтор мешавад ва дар ин ҳолат ман фикр мекунам ки он коре ки кормандони ҳизби ҳуқуқ пеша карданд ба вохӯриҳо дар мактабҳо, дар муассисаҳои домактабӣ ва дигарро мекунанд, ин яке аз профилактики пешгирии бемориҳои тарси кӯдакона ҳаст. бале, инҳо гурӯҳи мушаххас ҳастанд, гурӯҳи алоҳида ҳастанд. инҳо маъмулан бояд дошта бошанд. ростига ман намедонам дар ин соҳа махсус омӯзиш дастури махсусе дошта бошанд. бале, инҳо бояд малакаҳои муносибат бо кӯдаконро дошта бошанд. дар интернет ҳодисаҳои бисёре буд, инҷа мисолҳои зиёде меоварданд ки кӯдаконро ки наврасонро ки ба дасти кормандони ҳуқуқи боиниён сабаб меяфтанд, онҷа даштному таҳқиру лату кӯб
میکنند و بعضی صورت ها بعضی عکس ها بعضی صداها در اینترنت حتی پخش شده بود که رسانده شده بود بر رهبریت وزارت کارهای داخله که این طرز معامله با فرزندان مردم هیچ ممکن نیست، واقعا ممکن نیست. زیرا کودک جنایت صادر نمیکند، کودک اشتباه میکند، کودک هنوز نمیداند چی باید کرد و قدم او در همان حالت نه به خاطر اون است که او میخواهد قانون رو ویران کند و آن قانون رو نمیداند و یک بار پیشپا خورده است و میلیسا کارمندی مخصوصی با کودکان کار میکردگی باشد خب نفر دیگر اگر که این دانش رو نداشته باشد اصلا حق ندارد با کودک صحبت کند. در تمام کشورهای دنیا قاعده است اگر کودک انسان تا سن 18 ساله کودک حساب می شود، هنگامی که با روبرو می شود با کارمندان حفظ حقوق باید دربارش پداگوگش باشد یا پدر و مادرش باشد یا معلمش باشد یا ادوکات باشد، وگرنه کارمند حفظ حقوق حق ندارد با او صحبت کند و با او حتی سوال بدهد. به حضور پدر و مادر و معلم صحبت کردن با کودکان نورس ممکن نیست. چرا؟ زیرا خصوصیت این کودک رو، پسیکولوژی این کودک رو پدر و مادرش و پداگوگش بهتر میدونن. آنها هنگام صحبت میتوانند طرز راه اندازی کنند صحبت رو که به آنکه به کودک آزار رسانده شود، آزار سخت روانی که بعدش اینو ما کردن نمیتونیم عافیت دادنش مشکل میشود، با او وضعیت رو بفهمونیم. زیرا رسالت کلان سالان کودک رو از راه بد گرداندن است، او رو شکستن نیست. و در این مسئله روز که من نمیدونم، من این موضوع رو مخصوص نامختم که حضور گفته توانم که در کشور ما این چیز تا چه اندازه راه اندازی کرده می شود. از 2-3-4 مثالی که من خودم میدونم که وقتی کودکانی همسایه برای این حالت گرفتار شدن، ها پدر و مادرشون آدمای فرهنگی بودن و همراه پسرشون همراه دخترشون رفتن به میلیسا. راست بود، دروغ بود اون چیزی که با اینها پای اینها بستن. یک نفر رو گفتن که مثلا چیزی کسی رو به اجازه گرفته، یک نفر دیگر گفتن که کسی رو زده است، زن کردن و کسی رو سخت زده است و آدمگوی معیوب شده است. اینها همراه فرزندانشون رفتن به میلیسا خونه، همراه دربار فرزندشون بودن. هرچند هنگام استنتاق گفتن که ما رو در اومدن نماندن، یعنی باز هم حقوق کودک ویران شد. یک چیز دیگر است که یک کودک میدوند پدرم یا مادرم پشت در ایستاده است، من حامی دارم و این میلیسا ما رو نمیکشد. وگرنه در حالت تنها موندن، در بیگانه موندن، وقتی که میلیسا خودش ملکه مناسبت صحبت با کودک را ندارد و میتواند کار کند خودش نخواسته و میخواد وظیفه‌اش را اجرا کند، جنایت را کشاید، ولی طرز میتواند رفتار کند که با پسیکیکای هنوز تکمیل نیافته کودک چنان ضربه رساند که در آینده پدر و مادرش راه خلاصی را از آن پیدا کردن نتوانند. و ما نمیتوانند، جمعیت ما هنوز به اون درجه تمدنی مناسبت های حقوقی بین ساختارها نرسیده است که با میلیسا رو به جزا کشیده توانیم. این پدر و مادر خودشون میدونن، خدای بالای سرشون. این بسیار چیز مهم است و این نه تنها مثلا مناسبت اون کودک رو با کارمندان حفظ حقوق ویران میکند یک عمر. این پدر و مادر تنها نیستن، پدر مادر اولاد دارن، خویش تبار دارن، حق همسایه دارن و این گپ می رود و ما می توانیم یک ساختار مهمی جامعه خودمون رو پایش را لرزانیم. ما باوری رو با کارمندان حفظ حقوق خودمون بشکنیم و کسی با آنها در وقت مورد در کار تکیه کردن نمیتونند و آنها هم با کسی نمیتوانند تکیه کنند. و برای همین وقتی که یک میلیسا با یک کودک صحبت میکند، این کاری جزئی یک نفر نیست الکی. این یک مسئله است که در وضعیت امروزه ما که اینترنت هر لحظه دستش بالای نبض جامعه است، یک کودک راهگذر میتواند یک صورت بگیرد و با اینترنت پخش کند. و این چندین بار منم بخوردم. بله، این چیزها خیلی مهم هستند. ما حاضر ما قدم به قدم آمدیم از اوله، از دوره تولد، دوره حامله داری و دوره اوله گذاشتیم به معارف و گذاشتیم به کارمندان حفظ حقوق. اینها هم یک قسم تربیوی نسل نورس هستند. من مثلا بسیار میشناسم کارمندان حفظ حقوق که بسیار انسان‌های خوب هستند، بسیار خوب میدونن پسیکولوژی کودکان رو میدونن. اونها که با کودکان با نورسان یک بخش مخصوص از در ساختار حفظی، در ساختار کوربانو پیش در این چیز در یک بخش حکومت بود، حالا اون رو به گذراندن وزارت کارهای داخله گذراندن و اونجا واقعا متخصصان خوب هم کار میکنن. ولی آنها اگر که همون لحظه همونجا باشن میتونن رفتارشون درست باشد. ولی من گمان میکنم که شاید همه میلیساهایی که منطقوی هستن، چسکو و میلیسانیر میگیم، اینها هم باید این ملکه ها رو داشته باشن، زیرا جنجال های خانوادگی رو معمولا آنها بررسی میکنن.
در خانه جنگ و جنجال شود یک همسایه اگر زنگ زند ملیسای منطقوی می آید و او باید در اون مورد داند چگونه رفتار کند که کودکان اگر آنجا باشند چگونه آنها رو حفظ کند، چگونه و آنها کمک کند که آنها از این ضربه کمتر آزار یابند. من اگر گیریم از بینندگان گرامی، بسیار کسانشون میدونند که اگر کودکان آنها در بیرون هستند بازی میکنند، مکتب میرن میآیند، البته هست واقعا و حادثه هایی که فرزندان آنها یگان به یگان مشکلات اجتماعی روبرو میشن و البته در اون وقت با روبرو میشن با پرس و پرس با کارمندان حزب حقوقی آید به نابالغان و منم قریب که یک دو سه مراتبه چنین شد که منم روبرو شدم. ولی در حقیقت وقتی که من دیدم و همراهی آنها در این مسئله همکاری کردم و همچون پدر مرا پرسیدن و همچون که داننده علمی روانشناسی در این مسئله هم پرسیدن، من دیدم که در حقیقت دانشی بسنده دارند که می توانند که آن رو اگر استفاده برند آسیب روانی در کودکان نرسد. ولی یک حالت من دیدم که اگر حالتی که کارمند حزب حقوق احساسش ویران باشد انا همون حالت با کودک بحث نکند. دیگر حالت ها همه وقت یک ملایمی، یک نرمی من در آنجا مشاهده کردم و فقط حالت احساسی ویران. اگر مشکلات های احساسی داشته باشد، در خانه جنجال شده باشد یا که در کارخانه کجای کارش به او فشاری آورده باشند، در آن وقت البته می تواند که آسیب برسانند. و نگفته نماند که من طی 21 سال است که با پاتسینتان، با نیازمندان، بیماران سر و کار دارم. وقتی که اکثر زیادی کسانی که با فوبی یا ترس های دارند در نهاد خود، من میبینم که اکثر چند فایزی آنها از خوردی آمده است و آن وقتی سر زده است که در آنجا از کارمند حزب حقوق آسیب دیده است. یعنی که در خوردی او رو که شوخیانه پدر و مادر میگن انا ملیسا آمد خب کن، یعنی که ملیسا او رو با یک شدت نگاه میکنند، یا که حالت میشد که روبرو میشود در یک جنایت صادر میکند و روبرو میشد با کارمند حزب حقوق و این میتواند ایز گذارد. و اگر ما بینیم باز اگر پرس و پرس کنیم جنایتکاران کلانی که جنایت میکنند میبینیم که آن همون آسیب دارند. آنها گویا که با این جنایت اجتماعیشون قصد خودشون نکردند. واقعا چنین است. واقعا چنین است. خیلی نکته مهم رو دریافتید. قبل از هر است که انسان وقتی که از چیزی میرنجد در دوره کودکی و این رنجش عافیت نمییابد، روح خلاصش نمییابد، او همراه خودش این بار وزنین رو میبرد و اون رو مثلا از یک نفر اگر رنجیده باشد اون رو به تمام جامعه انتقال میدهد. پرینوس میگن در پسیکولوژی و واقعا قصاص خود رو از تمام جهان میگیرد. در نتیجه او پیش از همه از خودش قصاص میگیرد، زیرا با تمام جهان جنگ کردن یک کار امکان ناپذیر است. ولی این انسان این گونه کودکی که از کودکی او رو ترساندن، رنجاندن، به قدرش نرسیدن، حقوقش رو پایمال کردن و پیش از همه باز هم در اویله این گونه چیزها روی میدهند و حتی اگر در اویله بیرون از اویله هم که روی داد، اویله اون رو به عافیت نآورد، اویله اون رو حس نکرد، اویله اون رو سر وقت و کودک نگفت که من با تو هستم، تا این چیزهایی که از در بیرون هستن هیچ برای تو خطر ندارند و کودک این تکیه رو حس کردن نتوانست، این درد میرود تا دم مرگش. این دردها هستن که واقعا وقتی که مثلا ما شما میدونید که مثلا چیزهای پریناتالی، چیزی که در بطن مادر به کودک روی میدهد، قریب که بی‌دوا هستند. یعنی زن حامله رو ترساندن، این علاقه برابر اون است که ما کودک معیوب از نگاه پسیکولوژی علاقه تامین کردیم برای کودک ترسو، کودک ناآرام، کودک آسیب پذیر علاقه. ولی ترسایی هستند که مثلا در دوره تا 3 سالگی اونها رو هم اگر سری وقت ما عافیت نبخشیم این ترس هم یک عمر میمونند. زیرا در این دوره کودک گفتن نمیتواند که ترسید. از چی ترسید؟ چگونه ترسید؟ حالتی است که کودک گریه میکند. اگر در حضور ما باشد گریه کرد، ما همون لحظه اگر دیده باشم که از چی ترسید میتوانیم بگیم که نترس، این چیزی بی خطر است و غیره و هوکذا. ولی حالتی است که کودک گریه میکند، ما نمیدونیم برای چی گریه کرد، در بیرون روی داد، در هر حولی روی داد، از چی ترسید، چرا ترسید. و تا اومدن ما علاقه کودک آرام شد، به یک چیز مشغول شد، اندیشش به طرف دیگر رفت، ولی ترس از ضمیرش نرفت.
در این گونه حالت ها واقعا این ترس ها هستند که خاراکتر کودک و تقدیر او را میسازند و این گونه ترس ها میتوانند واقعا باعث بدبختی کودک باشند در آینده. ما گفتن امانت که بعد یک چند سال تمدن به جهانی شوی آورده میرساند. یعنی که از برخوردهای بعضی تمدن ها هستند ولی به هر حال این روند من نمی شود و تمدن یگانه دنیا پیدا شدنش ممکن است و در همین تمدن یگانه دنیا جای ملت ما معلوم است و برای ما که آن جا را پر کنیم و آنجا معنویات است ما باید حاضر به آن کودکانی که در اطراف ما میگردند دقت بدهیم و آنها را جسور، دلیر، دلاور، شجاع تربیه کنیم. بله. چون که از حاضر اگر ما تربیه رو آن متدولوژی فشار و آن متدولوژی تیز به جزا برده رساندن را گیریم آن وقت در ضمیر این کودکان ترس نهاد جا می شود و تصور کنید که در روی زمین اگر زیاده از 250 دولت باشد هر یک دولت را ما یک ارگانیسم گوییم و تصور کنید که یکی از همین ارگانیسم هایی که 250 تا هستند در روی زمین یک تاش ملت تاجیک است. بله. یعنی که ما باید خیلی دور فکر کنیم با اینکه وقتی که ما بین دیگر مملکت ها می رویم و آنها رو می بینیم و چون با فرزندان خود نظر میکنیم و ملت خود نظر میکنیم ما رو یک ناموس بیدار میشد. یعنی که انسان آن وقت میفهمد ملت خود رو که اگر در سطح دیگر ملت ها فکر کنند. بله. و البته ما در اینجا یعنی که جسور و دلیر تربیه کردن و آنها رو به عرصه جهانی برآوردن این یکی از وظیفه های مقدسی زمان حاضره دوره طلایی دولتداری تاجیکان است که ما زمینه انا همین نسلی که حاضر هست این زمینه است به آن فرهنگ جهانی شوی و انا همین نسل فرهنگ ملی تاجیکی ما رو در آن دوره به عرصه جهانی پیشنهاد میکند. واقعا چنین است زیرا کودکان آینده ما هستند. میگه که یک گپی بسیار زبون زده است ولی از اون که او زبون زده است آن از واقعیتش و از حقیقتش کم نمی شود. یک زمینه دیگری ترس رو من میخواستم باز بگویم. مثلا وقتی که به مسئله های جندری نظر میاندازیم به مناسبت مردان و زنان مناسبت اجتماعی آنها واقعا در عائله وقتی که این چیزها موازنه خودشون رو گم میکنن باعث بجرأت یا بجرأت شدن دختران و پسران میشود. یک چیزی بسیار مهم است وقتی که پدر در خانه از روی عدالت حکم روایی میکند پدر سرپرست است راهنما است و مادر دربری او است و بخش محبت را پر میکند در این عائله همه کودکان یک خیل سالم موفق کامیاب کلان میشوند. اگر از آسمان ستاره هم نکنند بدبخت نمیشوند. در زندگی یک بردنان خود آسوده خودشون رو پیدا کرده خورده میتوانند. ولی وقتی که همین موازنت ویران میشود جای پدر و مادر عوض میشود. حالتی است که پدر نیست در زندگی و مادر مجبور میشود که وظیفه های پدرانه را هم به گردن بگیرد و از بس که در این حالت مادر یک جسم احساسی است برای بار مردانه خیلی زور می آید و مجبور می شود که در اکثر حالت ها پسر خود را که خصوصا در دوره نورسی خیلی پرخاشجو می شوند کلان شده است و مهر پدر می خواهد با مادر صرف نمی فرود مادر اعتراف کردن رو دوست نمی دارد. در این دوره آنها پسر خودشون را سخت جزا می دهند دشنام می دهند تحقیر می کنند داشته می زنند. حتی در این حالت این گونه پسران در آینده پدر خوب شوهر خوب شده نمی توانند. این کار خیلی بد است و برعکس اگر همین حالت با دختران هم روی دهد دخترک اگر که در حالت در خانه که بی پدر است تربیه یابد این دخترک میتواند جرأتش بیشتر باشد رول مردانه رو مادرش رو میبیند که رول نقش مردانه بازی کرده است. اینجا ایدنتیفیکاسیون همانند کنی پیدا میشد. من مادرم زن است منم زن هستم و باید من چون او باشم. این دخترک هم در آینده خوشبخت شدن نمیتواند نقش پسر بچگانه نقش مردانه رو تصمیم میگیرد و قبول میکند او با مردان در آینده مناسبت بنیاد کردن نمیتواند. همین مسئله که ترس یک چیزی چی هست که ما ترساندیم و جابجا شد قانون رو ویران نمی کند میداند که اگر این کار کند
به او جزا میدهند و گویم که فکر میکنیم که گویا که مسئله حل شد، ولی در اصل ترس مطابق شوی کودکان رو در آینده و جمعیت در مناسبت در زندگی مشکل میکند. این یکی از زیانهای ترس هست که چون که شما گفتید در برابر آن که باز بگیم که لکنک میشوند، بیماری های گوناگون میشن، نوروز کودکانه میشن، اینوریز یعنی شب میزی دیده میشود، که ویران شوی خواب دیده میشد، اشتهای کودک میپرد، بسیار چیز مینرال و بسیار چیزها در کودک نمیرسند، آن وقت ضعیفی عقلی، ضعیفی روانی و جسمی در آنها دیده میشد. یعنی که این عاملی هست که نهایت مناسبت جدی را طلب میکند و در حالتی دیدنی در خانواده خود در کودکان خود دیدنی چنین حالتها البته به متخصصان مراجعت کنند و خوشبختانه ترس کودک تبابت شونده است در اکثری وقت. ولی باز نگفته نماند که این یک روشی دور و دراز است که با یک بار و دو بار رفتن پیش متخصص کار بود نمی شود و این زینه به زینه هست، چون که ترس در اندیشه در فکری او جا می کند و فکرهایی که دائم می توانند که او رو بترسانند، آن فکرهایی که بر ضد او هستند و ترس می تواند در تصورات خیالات او باشد که خودش با خیالات خود ترسهای خود را ایجاد کند و در اون عالم زندگی کند. و این سبب آن می شود که واقعیت رئالی حیات را کودک گم میکند یا که کلان شده باشد گم میکند. نمیداند که جهانی واقعی او درست است یا که آن جهانی ویرتوالی، آن جهانی خیالی که اون کس ساخته است. و البته در این حالت این برقرار کردن روش های که شجاع و دلیر رو از ترس خلاص کردن وقت رو طلب میکنند و ما باز در این حالت گفتنمون لازم است که کودکانی هستند که نوعی عصبی دارند و نوعی عصبی آنها اگر مالخولی یا ملانخولی باشد و در آنها برتریتی این فکرانی هست میتوانند که آنها در نهادشان ترسو باشند و در این حالت آنها را اطلاعات های خوب لازمی دادن در کار. اگر آنها نوعی عصبی که ایجادی خیلی میگویند خداشستبینی بدیهی باشد نوع عصبی آنها، در آن حالت باید ما تصور و خیال هایی به آنها بدهیم که شجاعت و دلیری آنها رو نشان میدهد و آن ابراز و تصویرهای ترس و اثری آنها بگیریم و در حالتی که اگر کودک نظمش ویران شده باشد ما در آن حالت باید آن حاصل شوی گرمان هایی که در حقیقت شجاعت میارن، دلیری میارن، آنها رو ما مساعدت کنیم و آنها رو با مخصوص سیانس های مخصوص یا صحبت های مخصوص روانی میتوانیم جابجا کنیم و در اینجا جایز است گفتن که بسیار وقت ترس های کودکانه سبب آن میشوند که مردم ما را به یکی از پرسنش هایی که در که فرهنگی ملی و دینی ما هست، یعنی که جن آورده ترسانده، سبب اون میشه که این مفهوم شعوری مردم میگیرد از آن بهادهی واقعی که ما میتوانیم که بها بدهیم و آنها رو یاردم و کمک با عقلانه رسانیم از این بیرون و دور میکند و اگر به همین چاره‌بینی هایی که چاره‌جویی هایی که به نزدیکی وزارت تندرستی حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان کرد و از آن جمله دیگر وزارت های دخلدار مسئول در این مسئله اگر چاره ها دیده نمیشد، باور کنید این روش میتواند که خیلی شعوری ملت رو بگیرد و تصور کنید که وقتی که چنین مفهوم پیدا شد از کجا ایجادیات میشود، از کجا میشود که ما واقعیت دنیای حاضره رو درک بکنیم و امکانات های ایجادکاری، امکانات های شجاعت بودن و امکانات های پیشرفت و با یک قدم و هم قدم زمان بودن رو ما از کجا میتوانیم کنیم وقتی که این روش ها رو ما منع کردن نتوانیم. و البته این گفت معنی ندارد که این قواهایی که ما گفتیم نیستند، البته در عالم ها قواهای زیادی هستند ولی ما
خیلی که پیغمبر گرامی درود بر او گفت دعا کرد از خداوند بزرگ که پروردگارا به من واقعیت را بده، این آن واقعیتی که امکانات انسان ها را یعنی که در یک چارچوبه معین می آورد و ما امروز توانستیم در این موضوع خشت بزرگی در آن ملت، یعنی که دیوار ملت گذاریم که آن شجاعت است، دلیری است، واقعیت است و باز خوشخبر است به شنوندگان و بینندگان گرامی شریف تاجیکستان که ما امکانات داریم که بسیار دیگرگونی ها در مسئله های روانی بیاریم و کمک واقعی رسانیم. خوش، از اون چیزا شما گفتید من دو سه نقطه رو میخواهم تاکید کنم برای بینندگان عزیز. یکمش اون چیزی که شما گفتید مثلا وقتی که حواله کرده می شود به کدام یک قوه های غیر واقعی، این هم اولش سرچشمش همون ترس است. ترس انسان رو از مسئولیت میگریزاند. آدم ترسو مسئولیت رو به ذمه خود نمیگیرد و برای همه گناهکارند. همسایه گناهکار است، پدر مادر گناهکارند، جامعه گناهکار است، از جمله جن ها گناهکارند. این یک چیز است. چیز دیگری که برای من گمان میکنم که کرای تاکید است، پدر و مادر، کارمندان معارف از باغچه سرکرده تا مکتب های عالی باید پسیکولوژی فرزندان رو خوب دانند، پسیکولوژی سن سالی رو خوب دانند، پسیکولوژی فرزندانشان رو، پسیکولوژی شاگردان رو، پسیکولوژی تربیت گیرندگان باغچه ها رو خوب دانند و دانند کدام کودک در کدام حالت بیشتر آسیب پذیر است و او در کدام مورد کمک کردن لازم است. این یک چیز است. یعنی ما میدونیم که چهار نمودی پسیکیک انسانی است که تقسیم شده است، هم شکل شرقی است، شکل غربی است. این مهم نیست، مهم است که آنها این رو باید بجویند و بگویند، بدانند و با این مشغول باشند. و یک چیز دیگر رو من میخواستم از فرهنگ ملی خودمون یادآور شوم که چگونه ما میتوانیم فرزندان رو آسان‌تر جسور کنیم با راه‌های پیشگیری. مثلا خواندن اثرهای قهرمانی. خودی همه افسانه‌های خلق تاجیک اونجا چند افسانه بسیار زیبا است. سلیم پهلوان، حلیم پهلوان، ایرج طلسم شکن، بسیار افسانه هستند. اونجا شیرک دلیر است، بهادر و زرینه است و آن قهرمان ها دیوها رو از بین میبرند. جنگ رستم با دیو. بله، این افسانه‌های خلقی است که ما میتوانیم با کودکان خردسال این افسانه ها رو بارها خوانیم. در هر صورت من گمان میکنم که نسل ما رو اگر به غیرت کرد، همین افسانه ها کرد. و چیزی دیگری که در ادبیات کلاسیکی ما بهترین نعمت است و ما به زبان ناب تاجیکی آن رو میتوانیم بخونیم، این شاهنامه فردوسی است. البته همین وزن متنتن آن یک چیزی است که در دل انسان همه گونه حسی جرأت و غیرت رو به وجود می آورد و رشد می دهد. بیهوده نیست که گفتن کسی گر شاهنامه خوانی کند اگر زن بود قهرمانی کند. درست گفت. واقعا من گمان میکنم که خواندن شاهنامه دلیری کن که بله قرائت او شاید تاریخ رادیو تلویزیون سالهای پیش یک ثبت‌های بسیار زیبا بود که استاد لایق میخواند و دو نفر دیگر از نمایندگان ایران و افغانستان میخواندن، شاعران شاهنامه رو تلاوت میکردن و من از رادیو تاجیکستان گوش میکردم. و شاهنامه خوانی در سالهای 2000 اولهای همین سال عصر 21 سر شده بود. این یک شکلی مثلا عنعنوی شده بود. کجا شد؟ مثلا آخر اون رو کمتر میبینم، شاید باشد ولی شاید یک محفل های باشد که و دسترسی جامعه نباشد. بله، من گمان میکنم که این عنعنه رو بیدار کردن لازم. من یک وقت در صحبت با خانم های ایرانی اینجا بودم، دو سه نفر پیرزن آمده بودن، پیرزن های خیلی قوی و با غیرت و با اراده و نقل کردن از تجربهشون که اونها آدمای در نفقه هستند. با این کار رو زیایای ما هم کرده میتوانند، کار مشکلی نیست. آنها همراهشون شاهنامه رو میگیرن و میروند جمع میکنن خانم های حامله دار رو، زن هایی که امروز فردا باید فرزند تولد کنند و در حضور آنها شاهنامه میخوانند و با اون کودکی که در بطن مادرش غیرت میدهند، با مادرش غیرت میدهند. واقعا بهترین راه تربیت است. شاهنامه در حقیقت یک کتاب است که برای ملت ما یک پایدیواری عظیم است. یکی از ستونهای ملت ماست در برابر قرآن و در برابر ایجادیات های گوییم که مثنوی و حافظ مثنوی و یکی از ستونهای بزرگ است و بسیار درست قید کردید. ولی من یک چیز میخواستم در اینجا به شعور جمعیت برسانم که اگر ما به شکل آن لیویتنی خواندن شاهنامه و به آن
یک طرز خصوصیت و خاصی که شاهنامه خوانی میکنن بکنیم، اون وقت ما فکر میکنیم که اون به شعور کودک کم وارد میشود و خوب میشد که آن به همون شکل های فیلم های تصویری به همون ذهنیت کودک پایان فرامده واقعا بهترین چیز گفته بسیار بسیار بگویم که حل شده به شعور او رسانده. آن وقت ما میتوانیم که آن را به شعور کودک رسانده. برای کودکان خردسال اصلا کودکان توسین مکتبی بهترین کار میشد اگر که سینماگران ما از این ماخذ بی‌بها استفاده میکردند و فیلم های انیماسیونی، مولت فیلم ها، فیلم های بازی بسیار آسان است، رسم بسیار نمیکشن، کامپیوتر این کار را میکنن. بله، کامپیوتر میتونن این کار را کنن. واقعا این ایده رو، این غایه زیبا رو ما تحفه میکنیم به هنرمندان، به صاحبان این کار و امیدواریم که زمان شاید نبیره های من و شما این گونه فیلم های زیبای تاجیکی رو از سوژت های شاهنامه میگیرن. شاهنامه مثلا در و هم صوتی ملاحظاده هم در شکل نثرش پیشنهاد کرده است برای اون جوانانی که هنوز به سن سال هضم شاهنامه نرسیدند. این چیز است، این قصه ها تاثیر میکند، ولی خود شاهنامه را در وقتی که قرائت میشود، خوب قرائت میشود، گمان میکنم حتی بی‌درک معنی ها خود آهنگ متنتن و مقتدر اون در ضمیر انسان بسیار چیزها را وارد میکند. یعنی ما میتوانیم از این ماخذ با طرز گوناگون استفاده بریم، هم در شکل قصه هایی که برای کودکان دسترس باشد، همون چیزی تیاری که استاد بزرگ ما صوتی ملاحظاده برای ما تیار کردن و از اون استفاده بریم و خود نسخه اصل خود شاهنامه را بخوانیم و بشنویم و برای مردم پیشکش کنیم. البته این یکی از آن روش هایی که ما به شعور جمعیت پیشنهاد میکنیم و خوب میشد که باز یک چیز دیگر در اینجا ما نگفته نمانیم. این مسئله اون است که باید هر یک کس بداند که در حالت دلیر کردن، در حالت شجاع، در حالت دلاور کردن حتی یک نفر کودک، بگذار این کودک خودش باشد، بگذار معلم یک طلبه خود را کند، بگذار استاد یک شاگرد خود را کند، این سبب اون می شود که دیواری ملت ما مستحکم می آید و قهرمانی آن چیزی که برای ملت ما ضرور است و ما تا حال آنها را یاد میکنیم، قهرمانان ملت خود را سر کردن از اولهایی که مثلا شیرک را بگیریم و تا حال قهرمانان حاضره که ملت را خلاص کردند و سبب رشد و نموی جمعیت حاضره ما شدند. این قهرمانی نمی شود اگر آنها در ضمیر خود دلیری و شجاعتمندی نمی داشتند. واقعا چنین است. پس بدانیم که یک آدم می تواند روز و ساعتی بیاید که ملت را حفظ کند، ملت را خلاص کند اگر در او شجاعت و قهرمانی باشد. پس هر کسی که در یک نفر بگذار فرزند بیگانه باشد و در تاجیکستان شریف است، شجاعت و دلیری رو میبینند، او را دستگیری کنند و اون را رشد بدهند و اون را امکانات بدهند که چنین شخصان میتوانند سبب دیگرگونی های کلی و پیشروی ها در جامعه شوند و در برابر دیگر ملت هایی که بینید چه خیل روند های جهانی چه خیل شده ایستاده است و بینید بسیار ملت ها گرفتارند و ما شکر خدا و وطن امن امکان داریم که حالا برای آن روزهایی که خدا نآید ما توانیم که باز قویتر و مستحکمتر ملت خود را از کودکان سر کنیم. بله. خوش زندگی امتحانات زیاده دارد و ما باید همیشه به این امتحان ها آماده باشیم و برای از امتحان گذشتن پیش از همه به ما و فرزندان ما و نبیرگان ما نیروی مردانگی، نیروی جسارت، نیروی غیرت لازم است و ترس آن قوه است که این نیروها رو برهم میزند و هر یک فرد جامعه در جای خودش، عملدار در جای وظیفهش، استاد در پس منبرش، پدر و مادر در سر دسترخوانش، روزنامه‌نگار هنگامی که چیزی می نویسد، برنامه تلویزیون کسی می سازد، وقتی چیزی بنیاد میکند پیشکش میکند، این موضوع رو باید همیشه در نظر گیریم. نیرو دادن به مردم یکی از رسالت های امروزه فرهنگ ملت تاجیک است و ما باید در این مسئله خودمان جسور باشیم و جسارت رو به فرزندان هدیه کنیم.
سلامت باشید. جسارت قوی خود را حفظ کنید و آن رو رشد و نمو دهید و میراث به فرزندان خود گذارید. سلامت باشید. بله، خوش، در اینجا برنامه خودمون رو به انجام میرسانیم. موضوع ما باز یک بار در خاطر رسان میکنم که ترس کودکان بود. ما آغاز کردیم از ترس در عائله و رسیدیم به سطح جامعه، به سطح ملت و واقعا از بس که بین عائله و جامعه یک پیوند خیلی قوی است. جامعه یک عائله بزرگ است. این پیوند یک پیوند طبیعی است. خوش، در اینجا برنامه خود رو به انجام میرسانیم. آباد باشید بینندگان عزیز، نیرومند، جسور و با غیرت باشید.